تو سر نازی محرم نازی ای سنم تاجیکستان زنده باد. طرف تاجیکستان بیشتاسا بریم کو بگو که اکا تشریف خوش آمدید با آمد قلق داره جونمرد میشه ختم میکشی بیا دسته بیار سلامت باش اکا با اکا نتاری دست قینر بس جور از هیچ چیز نترس دلم بابت ما علمام بگذارین ما فلک حال بود نکرده بگذارین شمپونی نجات برای موی سر جایی بود یا برای ما به حالا در تاجیکستان زنده باد. مردم ترک به نهایت خوراک‌های با لذت آماده میکنند. برای آموختن بعضی سیر و اسرار خوراک‌های ترکی ما از یک آشخانه دیدن کردیم. ابی عمر مهربان نستسنز ما از تاجیکستان بسیار خوشحال هستم که دیدار شما را دیدیم. خب بینندگان عزیز ما امروز انا عمر ابی برای شما پیتزای ترکی آماده میکنیم. چه خیلی که گفتیم فقط تماشا کنید حلاوت برید. اول ما دستای ما رو میشیم. برادر عزیز ابی عمر ما از کدام کار آغاز میکنیم؟ başlayalım mı pizzayı açmaya? اوکی؟ Okey. بینندگان عزیز بعد این پیتزا پزی در خانه با فکر همه کار خانه ما نصیب اونجا با دوش میگیریم ده. ابی عمر چه کار مساز؟ اوکی؟ ها؟ Okey. یس. یکی آفرین بزن ها و من آفرین بزن های ترکی که اینقدر کاری دشوار رو بر دوش دارم. اکا ما کم کم یاردم بده که وضعیت بیزیم. هیچ تنوک نمیشه اکا ما. بینندگان عزیز برای آماده کردن پیتزا اول خمیر رو تنوک میکنیم. بعد از آن در بالای خمیر سس تماتی رو ما میشکیم. بعد از آن پنیر ترکی رو ما میخیل آماده کرده در بالای پیتزا میمونیم. بعد از آن کم تا چسناک آبی رو ما آماده میکنیم. چسناک آبی. بعد از آن Ceviz. جویز چهارمغز تاجیکی. چهارمغز از تاجیکستان. این گیاه مثل پودینه تاجیکی است. İki parça domates. بینندگان عزیز پیتزای ما آماده شد. اکنون وقتی بطنه رو انداختن علمی پیتزا است. وقتی تهرو شویش برامد علمی با کجبری رو ما میگیریم. ای خوردن پیتزا آماده کردن سیر نمیشه. بعد از 10 دقیقه پیتزا ما آماده میشه برای خوردن. بهترین Maldon tuz. آماده. Parmesan. ابی عمر تشکر ادیلم. Afiyet olsun. الینیزا ساولک. بینندگان عزیز پیتزا ما آماده شد. با فکر مثل پیتزا ما در تمام روی دنیا پیتزا بامزه نیست. بهترین خب بینندگان عزیز خوراک نوبتی ما که آقای ابی عمر آماده میکنند. ابی عمر آماده میکنند با نام نبلی ترکی است که بسیار مشتری امیر رو انتخاب میکنند. برام
ابی عمر فقط تماشا کنید که ببینید چه خیلی با آتش خوراک را تیار میکنن. نگاه کنید چه خیلی آتش از درون همین خوراک میکشن. خوراک دویم هم آماده شد. برنامه خب بینندگان عزیز، امروز ابی عمر ما نیم ساعت جان کردیم، اینقدر علاوه بازی کردیم، خوراک تیار شد، نه فهمیدم که مکرون پلو بوده است. ما بسیار شاد هستیم از مهمان نوازی شما و با برادر اینطور بگوید که ما مردم تاجیک هم مهمان نواز هستیم. الان ما دعوت میکنیم شما رو به تاجیکستان و شما هم بیاید ببینید تاجیکستان بیشتر ما هم جای تاریخی دارد، بسیار منظرهای زیبا دارد، از تماشای تاجیکستان حلاوت ببرید. ما شما رو انتظار هستیم. تاجیکستان زنده باد! سلامت باشید. خب برای کار من خب بخشش قریب فراموش کردیم شبکه اکا ابیرا، شبکه را قریب فراموش کردیم. سلامت باشین برای کار. خوب در استانبول یک مناره بلند با نام مناره گلات موجود است که سیاحان با آن بلندی برآمده با پررنگی شهر استانبول را تماشا میکنند و ما هم با آن بلندی برآمدیم. انا همان مناره بلنده که میبینید نامش گلات است. ما باید طریق خریطه تلفن به نزدمون مناره برویم. با این درون دریا رفتن بسیار آسان است، لیکن میترسیم در درون یگان کیت پیت نباشه که در بلا بمانیم. اوه سگا روی همین مناره غلطه در کجا باشه مناره غلطه یا شکم باشون سر جواب نمیتنه. سیاحان برای برآمدن به مناره قطارک در نوبت نیستند. ما قریب 40 دقیقه دیگه در نوبت هستیم برای برآمدن به مناره گلات. نو رسیدیم در جای چیپتا فروشی. ما از اینجا چیپتا به دست میاریم. یک چیپتا 35 لیر با پول سامانی 60 سامان میشود. 35 لیر. در این مناره دو لیفت زمانوی ساختن که تمام سیاحان میتونن که به طریق لیفت به بالا مناره برایند. طریق لیفت تا آشانه پنجم را آمدیم و به بالا مناره را ما پیاده میبریم. پیاده اینک ما برآمدیم به قله بلند مناره گلات.
قدیمترین یادگاری‌های شهر استانبول به شمار می‌رود. بلندیش 61 متر است، در اصل 14 ساخته شده است. از این بالای مناره گلتا تمام زیبایی‌های شهر استانبول را دیدن ممکن است. سیاحان به این بلندی برآمده تماشا می‌کنند، حلاوت می‌برند، رسم می‌گیرند، شادی می‌کنند، خرسندی می‌کنند. یک چیز رو باید قید کنم که تمام چردک‌های شهر استانبول رنگش سرخ رنگ است. یک نظر کنید. خوب وقتی که مناره گلتا بلندیش میبرای، وقتی که بر اومدی میفورد که یک فلک دشتی بخوانی. باز یک فلک دشتی میخوانم تمام مردم استانبول بیدار میکنن. جان جانه رفتم سری نورنگه در فصلی بهار. مامم رفتم سری نورنگه در فصلی بهار. بگذارین ما فلک حال بود نکرده. بگذارین جان چون در کف دستی خود ببینم پاروار. یه نظاره کنم به هر چی تابد به نظر، از حضرت امام میداره تا سیغار. خلاص مردم با بالای مناره برآمده شهر استانبول با پرگی تماشا میکنن. در آن بلندی آشخانه است که نرخ خوراکش آسمانی. کسی که پول داشته باشه 6 تا خوراک میخورد، کسی که مثل ما پول نداره او استکک خمیده اشتک کشیده از پس کار میشود. بینندگان عزیز، خوشبختانه ما در شهر استانبول پرچم تاجیکستان رو افتیم. مرحمت ببینید در بالا اویزان است. زنده باد ای وطن تاجیکستان آزادی من. سمید دبیا بچه، سمید دبیا بچه. سمید مثل بولاشکه گردک است که در بالا همین بولاشکه انا کنجید پوشیدگی است که بسیار انا مردم ترک این سمید رو دوست می‌دارند و خوراک عنعنوی مردم ترک است. به خاطر این سمید در خد کوچه مجسمه سمید فروش رو گذاشتند. ولی افسوس که این سمید ها آهنی هستند، اگر میچشیدیم مزهش رو برای شما گپ میزدیم. و انا حاضر ما رفته از خد کوچه همین سمید رو میخریم و طعمش رو میچشیم و برای شما گپ میزنیم که چی نمود مزه دارد. سمید رو اساسا در خد کوچه میفروشند. سمید دبیا بچه. Ezgi, bu dörttü. Raş oldu. Gelin uşak. Ana bebinin yak simit furuş. این طرف در دو سمید فروش. اینا با 3 سمید فروش. خلاصه در تمام کوچه‌های شهر استانبول سمید فروش‌ها بی‌نهایت بسیار هستند. باز همین بابام یک سمید می‌خریم مزه‌ش هم می‌چسیم. مثل همون هیکل بابام. سلام علیکم. السلام علیکم. چند سمید؟ سمید نکدر؟ Olsun. Alın bırak. تشکرler. باز این مزه سیمیت هم میچشه، مزه سیمیت ترکی را. سیمیت ترکی را هم چشیده مثل بولشکای تاجیکی. اکو قبا مزه نیست که گویا که خوردن سر نکنی، همین دو گاز نگیری دیگه بس بکنی. جانه سرپرستی کوه برنامه ما رزینای نکسن اکومولاتی رو برسه جان یاره باید قد کرد که در کوچه های زمانوی شهر استانبول
چون این قلعه های تاریخی به نهایت بسیار هستند که در پهلوی بینای زیبا، در پهلوی بینای زمانوی چون این قلعه ها هستند که به حسن شهر با رنگ دیگر میبخشد. اینها یادگاری های تاریخی هستند و اینها را همیشه حفظ میکنند. این دیوارهای فرسوده، قلعه های فرسوده را به نهایت بسیار میبینید در پهلوی بیناهای زیبا. کلانتری بازار ترکیه گران بازار میباشد و ما خواستیم از آنجا دیدن میکنیم. اینک رسیدیم به کلانترین بازار شهر استانبول با نام گران بازار. امروز گران بازار محکمه کو این بازار دو طرفه محکم کرده. این پرزیدنت در کار که بازار را کج شده میکنه. ابی سلام علیکم. این بازار نه زمان açacak؟ روز پنجشنبه که شده میشه. روز پنجشنبه بازار گراند بازار محکم بود، در نصیب ما نبود است. بریم یک پیاله چای می بعد از دیگر جا دیدن میکنیم. رفتیم. حالا در شهر استانبول مردم تاجیکستان هم بسیار هستند. در هر گوشه و کنارش کار میکنن، در بازار و در آشخانه و در چایخانه ها. از آن جمله در این آشخانه یک چند تاجیکا کار میکنن، فعالیت میکنن، هم زبان ترکی هم زبان انگلیسی نمیدونن. سلام علیکم برادر عزیزم. نام شما چی بود؟ فریدون برادر عزیزم. این برادر عزیزم سلیم برادر عزیز از تاجیکستان کار میکنن. مدتی چند سال کار میکنن؟ در یک سال میشه که در شهر استانبول در همین آشخانه کار میکنن. با یک چای بیاره چای آورده. سلامت باشید. در کار نیست. کار میکنن، زندگی میکنن. ما بسیار خرسند میشیم. هموطنا را بیرون از تاجیکستان میبینیم بسیار شاد میشیم. اینا چای ترکی، تمام مردم ترک بسیار چای دوست میدادن. در تمام کوچه هاش میبینی که زیاها اومد پیر جوانو همه چای ترکی مینوشن. نگی در اصل بسیار چای خوردنی بابا میفرق که همین چای نوشیدن هم بگیریم. شعر بسیار تلخ. مدت چند سال در استانبول؟ 3 سال. در همین آشخانه کار میکنه؟ نه اومده. زبان آموخته نه؟ خیلی بهترین. میبینیم خرسند میشیم تاجیکان خودمون در استانبول کار میکنن. دیگر تشویش نمیکشیم زبانی ترکی را. هر جایی که بریم زبانی تاجیک خطی. سلام علیکم. کار خوب آمد طرف تیم ساز. آباد باشی. برادر عزیزم نامش کامران. کامران شما چند سال استانبول ده؟ 6 ماه. سلامت باشی. اینا کامران جان هم زبان ترکی را آموخته گشت. زبان ترکی میدونن؟ ای آباد باشی. با زبان ترکی کو بگو که اکا تشریف خوش آمدی به استانبول. Buyurun abi şeygun mamlakette Türkiye'de hoş geldiniz. گپ نیست چی میخوره دیگه. برادر عزیزم اکا کامران آباد باشی. سلام. چند کسی جا کار میکنی آشخانه ده؟ 4 نفرانه. یک 3-4 کسی گپ بیا نصیب باشه آشخانه را تاجیکی میکنیم. همش تاجیک است. آباد باشی. اکا در خدمت کنید. 100%. مالی کامران جان رحمت خدا. دیدی؟ این خوشبختیه. تاجیکان ما بیرون تاجیکستان فقط فعالیت نگه در کدام گوشه دنیا نره حتما تاجیک هم میبینی. هندوستان بودیم تاجیکا را بسیار دیدیم کار میکنن، فعالیت میکنن. حالا در طرف امارات متحده عرب رفتیم که به حدی بد میگو تاجیکستان از آن جمله استانبول ترکیه هم تاجیکا بسیار. شما چای در بیا بچه. حالا ما از این طرف دریا با آن طرف دریا زیر یعنی برخطی طریق مترو میگذاریم. زوره عجایب بود.
این برادر اینجا رسمگیره. رسم میگیره در یک لحظه با ما اسبابکش میبره را میتر. سلام علیکم اکا. یک ترسم بگیریم یا رسم بگیریم. تمام آبی چگل ما بعد اینا اینجا نوبت دم میستیم بوزی اکا. حالا یک رسم 5 لیتر با پول ما قریب که 10 تومان میشه. اسبابک ابی اینا با همین اسبابکش خونه در ماشین همه چی را گرفته است. حسابی کی؟ حسابی سیاها، حسابی ما. ابی دیر کده مخه. ابی دیر کده مخه. ابی را اخیر اپارات اسبابکش میش کردن. ابی اینده کی باخته کباب کردین یک ابی باخته. سراسیمه مو. تمام بخور. ابی خیلی بسته. نشما ابی نشما. رفتیم. بیو. بگی تز. خل. کو. آره یک تنه. برتاک. تمام بیو. آمد گرده هم. حالا رسمان برآمد. انا. حبی چقدر بی؟ آب اون دارم اون دارم چند سمت این ابی ما را فاک از گفت 5 تومان و 10 میگه یک صورت قریب 20 تومانی تاجیکی در مابین بحر یک جزیره‌چه است که در بالای جزیره‌چه یک قلعه با نام قلعه دختران است که از عصر 14 باقی مانده است. راستی گپ با پیش قلعه‌چه دختران طریق نبی کشتی میروید. با پول سامان 60 تومان میدهد بعد با اون جزیره‌چه را میروید. در جزیره‌چه اگه جای عجایبات ندارد مثل مناره غلطه یک میروید از اون بلدی تماشا میکنه با برمیگردید. یک پیاله چای در اون جزیره‌چه با پول سامان ما 20 تومان میشود. راستی ما رفتن بدیم نگه قلعه دخترانه ما با دخترها چیکار داریم ما میریم یکان قلعه مردکیش هم میابیم اون برادرم که 60 تومان با پول سامانی ما نداشت یعنی که 35 40 لیر نداشت طریق آبازی برای پیش قلعه دختران این خراب که زورش نرسید با گشت آمد آبازی کار آسان نیست کار مشکله با اومد قلعه دختر جونمرگ میشه ختم میکشی بیا دست بیار اگر رسول آیا نتر این همین با قلعه دختران گذشتنی بود دست بیار مونده شید نگو که یوری تجلیل اگه بزنیم بیا بگیرش که بسیار وضعیتش بزیب شید هی در دنیا از همه اکومولات بهترین کباب همه اکومولاتور است اکومولاتور باش راننده های تاجیکستان هر جا نگرده سرسون اکومولاتور بارسا از همه رویوسون به همه رانندگان خانمان و آقایان حالا من از ترکیه دارم پیغام اعلان کلید را میدهی تاب در میگیرد به عذاب اکومولاتور بارسا از هیچ چیز نمیترسه در ترکیه دوستان بارسای پیش سفیدستان ماشین با جلوزیما در یک لحظه میرسه برس و قینه رو بسته راحت جانی ماشین برس و قینه رو بسته بهترین به هر جای داره سفرتان بی خطر با اکومولاتور قینه رو بسته بس جوره از هیچ چیز نترس گرسنه شدیم یکا چی خوردن در کن
نرخ‌های خوراک‌ها همش آسمانی نشید. اینجاش هم نشید. اینجاش با بی‌نهایت قیمت. نشید. این آشخانه فقط میلیاردرها میآیند. از تاجیکستان خوراک بامزه آورده میرن در میمونخانه میخرن. آشخانه ها همه قیمت. ما از تاجیکستان همراه خود خوراک تیار اردبریا با نام امچیک را آوردیم که بسیار بالذت است. از من طرز تیار کردن آن را برای شما میفهمونم. تمام محصولاتش در داخلش هست، از قاشق سرکده تا همش. در قوطی آب جوش آمده را میریزیم، بعد از آن نمک را میاندازیم، آب و نمک را میکوبیم، بعد از آن شیر خشک را همراه میکنیم، بعد از آن روغن را میاندازیم، در آخر ارد بریان شده را میاندازیم و همه محصولات را یک جای آمیخته میکنیم.